از محبت حرف میزد. خواستم میسنجمش. با صیفه یک شناسم پیامش دادم. خیلی زود پاسخ داد. حاضر بود بدون انتظاری با او صحبت کند، ولی پیام‌های مرا ساعت‌ها انتظار می‌گذاشت. خیلی زود شمارش را برایش داد تا با او تماس گیرد. وابسته به آنی که همگی چند لحظه ادامه کردیم صحبت. اما من همانجا احساس کردم که محبتش واقعی نبود. آخر مرا در یک لحظه با یک بیگانه عوض کرد که آن هم خودم بودم و همش تا همین جا ادامه کرد.